дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дуньёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 29. آره، در شاهنامه در مکتوب رستم و سعد وقاص به لشکرکشی با نیت استیلا به ایران آمده عرب این مصرع‌ها هستند. لیکن من حیران شدم که چرا این مخلص فردوسی از 120,000 مصرع شاهنامه محض همین 2 بیت را میخواند. آخر در مملکت‌های عرب یگان چیزی که هر کسی میخواست از آثار شاعر اختصار کند محض همین مصرع‌هایند. مباحثه های غرضناک به دلم زده بودند. نگاه های شبه آمیز، معامله سردی گاه کینه آورانه، گاه تحقیرانگیز به مسافر بیگناه بس نبود که هر سری چند کسی از مسائل های سیاسی یا اقتصادی یا ادبی مناظره کشاده کوشش میکرد که یگان جهت زندگانی ما را نزند و به آن لکه رساند. از تاریخ هر چیز در یاد داشتم و کار انداخته گفتم که شاعری وطن دوست به خلق عرب کینه یا عداوت نداشت. باعث اعتراض او را از ظلم خلیفه ها و آن خرابی و مصیبت های باید دانست که لشکرکشان آن وقته عرب به سر دیگر کشورها می آوردند. شرح من به جورقاری تأثیری نبخشید. حضرت علی، امیر حمزه، سعد وقاص و دیگر لشکرکشان اسلام در نظر او معظمترین سیماهای تاریخ بودند و فقط کار خیر میکردند. پگاهی شهر را دور زدیم. شهرچه طایف برای سرمایه‌داران کشور خدمت منزل استراحت را ادا می کرده است. از همه گوشه های مملکت دارایان حتی خانواده شاه به اینجا آمده ماه‌های گرمای طاقت فرسا را می گذرانیدند. مناسب همین اهالی شهر هم فقط از بای و خدمتگار عبارت بود. عیسی خواجه تاجر ما را از کوچه داشته به خانه اش مهمان برد. مهمانداری او از یک سلسله نمایش عبارت بود. خدمتگاران قطار دست پیش سینه به تواضع خمیده، 2 اتومبیل یلقاسی در تگ دروازه گذاشته شده، رنگ و باری علابلای حولی 2 آشیانه کرسی های کنگوردار و زرحلکاری ساختی عصر 17 که از تکتوله کدام یک گرسک یا برانی شکست خورده اروپا به اینجا آمده است. زرحلی اسباب‌های روزگار و حتی کشف‌های صاحب خانه و نهایت قیافه پرغرور خودی میزبان همگی به هم آمیخته گویا از یکدیگر پیشتر برجسته با زبانی حال فریاد میکردند که آی مسافران بدانید و آگاه باشید که بخت و اقبال دولت و سهولت این خیل می شود. از بازی‌های خیالات آدمی گردم گاهی از آدمی دوپ و درست زاچه ساخته آن را چنان مست و مسرور می‌کند که
خود را مجسمه سعادت میپندارد. ذات از شوخی های وی غافل مانده، در کلمکچه لایقه دست و پا میزند و گمان میکند که در بحر معظم مصطفی جست و خیز با موجهای مقتدر ستیز دارد. دیگر در بین جهل اسیر مانده است و خود را سرور عاقلان میداند. سومی تگمچه تیریزه سیاره را پخش کرده آن را بالا و پایان میکند و اعتماد دارد که چرخ گردون همین است و با اشاره او دور میزند. هم اجازکاری توانا، هم بازینگر شیرینکار و هم رقیبی بیشرفق بوده از خیال آدمی. مسجد حضرت عباس را زیارت کرده و بازگشتن به مکه مکرمه آماده شدیم. همه می‌خواستند که تا تخت شدن حجت‌ها و اجازتنامه سفر مدینه منوره 2-3 روز انتظاری را در این شهرچه آب و هوایش نسبتاً سبک گذرانند. اما خبر رسید که به مکه مکرمه خود همین روز برگشتن ضرور است. در آنجا بگاهی کنگرس عالم اسلام برپا می شده است و قاری اکا اسرافیل و یکی از موی سفیدان در آن اشتراک می کردند. چنانه که در واتیکان انجمن عمومی جهانی کاتولیک ها و در لحظه جماعت بوداها برپا می شود، در مکه مکرمه نیز این گونه انجمن های عالم اسلام می شدند. قاری اکا از تاریخ طایف مبارک حکایت گفتند. در وقتش پیغمبر خدا از تعقیب قریشی ها و سایر کفار گریخته و اینجا پناه آورده بودند، لیکن دیر نگذشته کسی حضرت را شناخته است. آنگاه کافران بچه ها و دیوانه ها را فرمودند که رسول خدا را سنگ باران کنند. پیغمبر آخری زمان از سنگ و کلوخ گریخته به مغزی ها آن کو پنهان شدند. خداوند ناگاه از تماشای بی‌طرفانه دلگیر شده حضرت جبرائیل را به کمک حبیب خود فرستاده است. یا حبیب پروردگار، گفتند حضرت جبرائیل در یک آن از عرش اعلی به کوهسار طایف رسیده مرا خلاق عالم فرستاد و فرمود که با مصلحت تو کار کنم. اگر اذن دهی حالا این کوههای بلند را به فلک برداشته به سر این غلط تبانان قدر ناشناس بیاندازم و دیمار از روزگارشان در آورم. لازم نیست ای سرور ملائکه ها و ای حسنی بی‌نظیر عرش اعلی، جواب دادند پیغمبر و به درونتر مغاره انتخاب کرده اشان در آمده نغزتر پنهان شدند. قاری اکا نقل می کردند و موسفیدان راه روان ما در این اسناد در کوچه های طایف مبارک می گشتیم. اشک رقت می ریختند و به درگاه خداوندی کریم شکرانه می گفتند. بنده هم با عالی همتی آن حضرت تحسین می گفتم که باعث بتون ماندن این موضع گردیده است. در واقع هم اگر حضرت جبرائیل به نازکی قناتهای خود نگه نکرده همه این کوهسار عظیم را از بیخش کنده و برداشته از بلندی یک چند لک فرسخ پرتافته می ایستادند، عربستان از همین یگانه گوشه سیرونش محروم می گردید. حضرت جبرائیل هم به کمینه بسیار معقولند. کس جوره داشته باشد انا همین خیل جوره همه پیغمبران بر این غمخوار و وفادار داشته باشد. و پیغمبر مدد لازم شود حضرت جبرائیل در حال به خدمت تیار. روزی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نبیره دار شدند،
حضرت جبرائیل از بالا حتی مامادایه آوردند. فکر و اندیشه کردن ننشستند که آخر فرشته ها همه دختران 14 ساله با کیرند و به پیش بی فاطمه نوزاده به صفت مامادایه آوردن آنها چندان از روی آداب نمی شود. راست که فرشته را کسی ندیده است، از قنات یکتاش محکم داشتند و به طرف مدینه منوره کشاله کردند. راست که فرشته را کسی ندیده است و مأخذهای مقدس میگویند که حضور اکوشرکه آسمانی همیشه به یک طرز بسیار نازک حس کرده میشد. حضرت جبرائیل اگر حوصله کنند برای ادا کردن یک تنیمت خدمت‌های میده چویده هم راه 500 ساله را بعضا در چند ساعت، بعضا در یک زوم طی کرده آمدن میگرفتند. مثلا بار لنگی کدام یک پیغمبرمان را هنگام خوابشان شمال کشاده به یک سو افکنده است. حضرت جبرائیل از آسمان مخصوص فرامده لنگی را بسته و اعضای محرم پیغمبر را از نظرها پوشیده رفتند. گاه یکی از زنهای پیغمبر آخرین زمان به کجا ماندن سوزن و انگوشپانه را فراموش کرده آن را مدت بی نتیجه کافت و کاو میکرد. حضرت جبرائیل در حال از آسمان فرامده مشکل را آسان میکردند. از اسرافیل جوره ایمن به کس گاه ضرر می رسد و ایدین شبانه به همسفران سیاحت بالای بام سیاره را تعریف کرده است. امروز جای ما را مخصوم میجمیجدهان ملا اراقکه و قاریهای جوان بند کردند. نصفی همسفران هنوز در مهمانخانه بودند و آنها بام افتابوسچه را پیشکی اشغال کرده می نشستند. از راهی مارپیچی صفکوهی طایف به وادی فرامده بودیم که هوا ویران شد. شمال برخاست و آسمان تیره گردید. در هر جای بیابان ستونهای بزرگ گیردباد به رقص دیوانوار در آمد و خامه های ریک را قبض برداشته بوته های یفشان ینتاق را از بونشان برکنده به آسمان می برد. افتابوسچه از حرکت ماند. راه را از بیراهه فرق کردن ممکن نبود. پیکری فرد از حمله های باد می لرزید. سنگریزه های کلانتر به تیریزه و دیواره های آن برخورده جرنگاس زنان صدا می برآوردند. راننده قرصش را به سر و رویش پیچانیده بیرون برآمد و همسفرانی در بالای بام اونبه شده خوابیده ما را یک یک فراورده به درون اتوبوسچه تکانید. دکتر جان، جای شما را گرفتیم. جدتان داشتیه؟ گفت ملا اراقکه لای کنجی لب و چشمان خود را با رومال پاک کرده ایستاده. خیر خوب شد اوکه شیرین، در شمال بام تماکو کشیده نمی شده است. کنی یک از همان زرحل دارش برارید دفع سودا کنیم. چندی از شریکان کلمه می گرداندند و در طلب ترحم و آمرزش عبادت می کردند. مدت به همین منوال گذشت. بعد ستونهای سیاه گیردباد چرخ زنان به سمت غربی بیابان به سوی مکه مکرمه در شدن گرفتند و ما در میان خاکباران از دنبال آنها به راه در آمدیم. در وصف پل. دهم می نصف شب بیدار کرده گفتند که خیزید سیاره مهیاست، انشالله به مدینه منوره می رویم. اتوبوس استوکبکر
در سر کوچه منتظر بود. در 9 کرسی 2 کاسه قطار چپ 27 نفر سودانی ها زیچ می نشستند. در همین قدر کرسی های کمبری 1 کاسه طرفی راست ما 2 کسی جای گرفتیم. در 2 پهلوی راننده 2 زن کودکداری چادر پوش به فرش شالچه پرتافته نشستند. با سفر مدینه منوره 3 روز این جانب آماده بودیم. علل خصوص امروز همسفران هنوز گشت پیشین چمدان‌هایی را که در خانه زین کوشک باید امانت مانده می رفتند گشته و برگشته تکرو کردند. قلف‌ها را سنجیده دیدند. سرداران با صاحبان خانه برای مهمانداری 10 روزه در مکه، مینا و عرفات حسابی کردند. برای همان ورمیشل شوربا و نهاری های هستک نیستک، برای جای خواب و خیمه های عرفات میزبانان آنقدر پول گرفتند که اگر از روی انصاف گوییم به مبلغ 1 روزه گرفته آنها در مهمانخانه ها و رستوران های بهترین ما کمش 1 هفته زیستن ممکن بود. اما از قیافه ترجمان و کثیر هنگام حساب کتاب عیان شده می ایستاد که به میزبانان ما حاضر دلیل و برهان 1 ذره تأثیر ندارد. از حسابی دیری نگذشته در همه خانه‌چه و آشخانه های بینای 4 آشیانه که عائله های زین کوشک و برادرانش عبدالله و عبدالکریم زندگانی میکردند، قیامت برپا شد. از داد و فریاد زنان و کودکان و دشنام و حقارت مردان شورخاک دیوارها میریخت. از ترجیبان باعث این شور ناگهانی را پرسیدیم. مختصر جواب داد مزد خدمت تقسیم میکنند. شریعت از خانه بیرون شدن آواز زن و دختران را منع میکرد، اما در اینجا با تعلیمات کتاب‌های مقدس با چنین حرارت تصویرناپذیر تحریم می درآوردند. من و اسرافیل به کوچه فرار کردیم تا که دم گوشمان آسوده باشد. پس از 2 ساعت برگشتیم که مباحثه مالیوی هنوز به پایان نرسیده است. باز ناچار به سیاحت رفتیم. فقط بعد نماز خفتن ناراضیان به تقدیر تن دادند و آرامی از نو برقرار گردید. در اتوبوس جایگیر شدیم. صاحب خانه ما به گسیل برآمدند. تنها راه بلدی دائمی ما عبدالکریم به خیر خوش نبرآمد. از پولی برای شستگر دادم از او هنوز 8 ریال بقیه نگرفته بودم. بیچاره 3 روز این جانب می گفت که کاغذ 10 ریالی را میده کردن نمی تواند. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 29